در سبیل محترم چنان که میفهمین امی پریزنتیشن امروز بخیر در مورد امتحان یوسیمول استپ 2 سی کی که دمی وقتای نزدیک من پاس کردم در مورد زو یک پریپریشن گاید میتونم از طرف خود چیزایی که میفهمم چیزایی که یاد گرفتیم در این پروسه و رایتون شریک میکنم. تنها در مورد آمادگی به امتحان نیست که مثلا استادی متریالز و باز در مورد چیم براتون معلومات میخوایم بدم. گپایی که مثلا زیاد وبسایت آدم نمیبینه، چیزایی است که مثلا تجربه شخصی میباشه. این کارم باز میشه که رایتون شریک بسازم. دیگه اول پیش از اینکه بسیار به دیتیلزش برم، اول عمومی مزی بحث کنم که همین استادی لیرز استپ تو که چه رقم است. یعنی آدم وقتی که شروع میکنه به درس خواندن، از نقطه اول که شروع میکنه چه رقم مثلا داخل میشه، باز چطور استا شکل میگیره، ایولوشن درس خواندن آدم چه رقم میشه. او را اگر من به فکر خود تو یک تصور کنم این پروسه را اول اکسپوژر است آدم به استادی متریال پیدا میکنه. اکسپوژر به این معنی که به یک چیز شما مواجه میشین، یعنی به این معنی نیست که آدم در اکسپوژر اول کل چیز بفهمه، کل چیز چی کنه، درک کنه و بتونه کنه موجوداتی که یاد گرفته اپلای کنه در سوالا. این فقط یک اکسپوژر است. یعنی شما آشنا میشید، ذهنتون آشنا میسازید سر از اون چیزی که میبینید. میشه که یاد بگیرید، میشه یاد نگیرید دیگه. او باز نظر به چی است که چطور میشه. باز وقتی که آستا اکسپوژر به مواد پیدا شد، اینفورمیشن رو که شما یاد گرفتین تکرار میکنین و رینفورس میکنین که آستا به ذهنتون بشینه. صحیح است؟ بعد از اون به مرحله دیگه وقتی که میرسیم شما دیگه به جایی میرسیم که این اکسپوژر هم خب پیدا کردین، رپیتیشن میکنین، هر روز یاد میگیرین اون چیزا رو. پس یک جایی میبینین یک هفته بعد، دو هفته بعد، 2 روز بعد، 3 روز بعد، بعد از اون اینفورمیشن یاد میگیرین چطور اپلای کنین در سوالان. یعنی میشه که چیز شما بسیار عالی یاد داشته باشین. وقتی که یک نفر براتون بگه یک ایده تشریح بسیار خوب بتونین بگین، حتی پرزنتیشن بدین در موردش، مگر در سوال باز غلط کنین نه. این حالی که شما در سوالی رو چطور اپلای میکنین و چطور سوالا رو حل میکنین، خودش بخی یک اسکیل جداگانه است. که مثلا چطور جوابا رو شما چی میکنین، حذف میکنین جوابا رو و یک دونه جواب براتون میمونه و یا بین دو دونه جواب میمونین. یعنی پیش خود یک چی میکنین که کدام جواب میشه که لیست لایکلی است. با وجود که شاید این سوال شما نفهمین، هیچ معلومات نفهمین، مگر بعضا اسکیلای است که آدم یاد میگیره استا که سوال اگر نفهمم چطور میتونم جواب بدم. دیگه باز بعدش وقتی شما یاد گرفتین دیگه بازی این موارد رو که یاد گرفتین باز اینا بخش ریویژن میمونه. اینا چرا دو دفعه نوشته کردیم؟ اگر متوجه باشین این ماده دوم و چهارم کاملا مشابه است. ریپیت میکنی که رینفورس یا اینفورمیشن در ذهنت، و در ماده چهارم باز اصلا گفتیم که کانسپت ریویژن. به خاطر از اینکه وقتی که یادم بگیرین شما که این چیزا رو چطور اپلای کنین، باز شاید نمو معلومات یادتون بره. نه چون این دو پایه بسیار مهم است. یکی از شما معلومات در ذهنتون نگاه میکنین، یکی پایه دیگه است که این معلومات چطور استفاده میکنین در سوالای مالتیپل چویس کوئسچنز. دیگه به نظر من یک لایه است که آستا به مرور زمانی پیش میره. به خاطر آدم باید مورال خود خراب نکنه که من دفعه اول چرا نمیفهمم یا یاد ندارم میاد. اینا به این خاطر ماندم که بعد از اینکه استپ 1 پس فیل شد میفهمین یک ذره ویتی که مثلا استپ 2 سی کی است و در اپلیکیشن های مچو مثلا کانسیدر میکنن استپ 2 سی کی یک ذره بیشتر شده از وقت کردن دیگه. فقط این یک سکور است که میبینن استپ 3 را زیاد کسا میتونن داشته باشه نداشته باشه، او گپ چی است جدا است. ولی استپ 2 سی کی یک فیلتر است که استفاده میکنن، کاتاف سکور دارن. پروگرام‌ها نظر موز چی خود میگیرن، کاندیدیت خود انتخاب میکنن برای اینترویو که مکمل از سیستم شما فیلتر میشین. دیگه بازم پیش از اینکه با استادی ریسورسز بخیر بریم در همین اسلایدهای بعدی یک چند چیزا میخوایم براتون بگیم که به نظر من این چیزا بسیار مهمه است. تا میگفتم کاش که چیزا رو برام یک نفر میگفت. یکی که کنسیستنسی است که شما هر روز باید بکنین. خب خیر هر روز خوش انسان هستیم، شاید یک روز نتونیم بخونیم، یک روز انسان مریض میشه بسیار کار می داشته باشه یا دیگه. خب این یعنی اگه مشابه نشه خب متو آدم بعضی چیزا رو میکنه بدون از اینکه مصرفیت داشته. مثلا هیچ وقت امینال خوردن و یاد آدم گرچه میده خب باید نره. یعنی مثل یک چیز یا مثلا وقتی که آدم بعضی چیزا ریچوالا رو انجام میده در زندگی روزمره خود، او ربط به این نداره که شما چقدر مصروف هستین، او رو شما قسم جایگزین ساخته این دمی پروگرام روزانه تان. اینا میگم تو یک چیز باید باشه هر روز، بس یا اگر روز نبود به صورت منظم باید باشه که اینمی چیش از دستتان اعلان نشه، سلسلهش نره. دیگه که اگر مثلا در روز زیاد نیست که شما 40 دونه سوال
یک بلاک حتما کار کنین، یا مثلا بگین که من یک کم کردم امروز هیچ نمیشه، یا مثل باید صفر یک تو یک چیز در ذهنتان نباشه که من باید یا خوب 3 درس بخونم یا هیچ درس نخونم. اگر در روز 10 سوال وقت داشتین 10 سوال اونم 10 سوال کار کنین. مثلا میشه که استاژ داشته باشین، کار داشته باشین، مثلا نوکری باشین، بسیار گپای دیگه است. یا در زندگیتون شخصیتون کدام گپی باشه که مصروفیت دارین، از اینکه مثلا هیچ کار نکنین اونم 10 سوال خوب است که کار کنین. دیگه اینا باز حالا مثلا آدم نمیفهمه وقت در جریان وقت که میو چیش خلاص نشه استا پریپریشنش با آخر میرسه، باز میفهمه که کانسیستنسی چقدر مهم بودن. یک چیز را که شما در یک روز 10 سوال کار کردین، شاید که 2% چه گرفته باشین، 2% در امتحان به دردتان میخوره. باز یعنی شما یک پس انداز میکنین برای آخر، برای روز امتحانتان، به نزدیک امتحانتان. دیگه این که گفتم پیشتر براتون که دمی فرست ریتتون که یک چیز اول دفعه میخوانین که میشه کوئسچن بانک باشه، از هر جایی که میخوانین او رو باز میایم سرش. کوشش نکنین کل چیز یاد بگیرین یا سرتون چی کنین که ما باید کل چیز در دفعه اول که من یاد میخوانم، مثلا یه ورد کار میکنین سوال میخوانین اکسپلینیشن چه که من کل چیز باید یاد بگیرم. ما تو یک چیز امکان نداره، امکان داره شاید به 1% امکان داشته باشه، ولی یعنی شما از خودت انتظار نداشته باشین، چون با زود دیموتیویت میشین. همون چیزا رو شما چندین بار میخوانین بیزون در اون پروسه. دیگه ای که هر چیزی که میخوانین فکر نکنین که یک چیز هایل است. هر چیزی که میخوانین در امتحان مهم نیست، با وجودی که معلوم میشه وقت که آدم واسطاستا دم آخر پریپریشن خود میرسه. چرا دیگه آخر پریپریشن خدر من چی میکنم؟ به خاطر که وقتی شما داخل میرسین اکسپوژرتون با مواد زیاد شده و شما مثلا میتونین چی کنین، ایدنتیفای کنین که من این موضوع مهم است یا نیست. مثلا یک دفعه در یک جای دیدینش دیگه هیچ ندیدین، یک دفعه در یورل دیدین دیگه هیچ وقت نه در فرم سی ام اس دیدین، نه در ام بی ام دیدین. یعنی چند منبع را کوشش کنین اینترسکشن چه ببینین که آدمی ورلد، ام بی ام، سی ام اس، مثلا فور جی آی انکیم دیگه فری 120 مدام کلش وقتی که یک چیز دیده باشم اونم چیز مهم است. ولی بعضی چیزا آدم بسیار سرش تاکید میکنه در اول باز پسا میبینه که اون قدر چیز مهم نبوده. دیگه این ایمان رو میتونم. دیگه ای که این بیمی ها که خود این بیمی هم کسایی هستن که سیمولی را جور میکنن. دیگه یا از پیشتان دکتر صاحب محترم نمیخواین که مثلا شما کل چیز رو یاد میگیرین، کل چیز رو بفهمین، وقدر کل چیز تست نمیکنن اینا که آدم میگه والا من کل زیرا باید یاد بگیرم. کل چیز نه، بعضی چیزا رو میخواین که بسیار خوب بفهمین، بسیار خوب بفهمین. این چیز است مثل که یک قانون 20 در 80 80 در 20 است. خب مقصد 20% چیزا 80% 20% مواد 80% اونم کانتنت تشکیل میده که باید شما بسیار خوب یاد بگیرین. دیگه ای که این استادی متریال را که استفاده میکنین، استادی ریسورس را که دارین، اینا باید بسیار اپ تو دیت باشن نظر به اگزم کانتنت، چون میفهمین اگزم کانتنت بسیار تغییر میکنه، یعنی بسیار اپدیت یا می باشن. مثلا من براتون یک مثال بتم، این کتابای کپلان گپا خو یک وقت مردم میخریدن در وقتای پیش. مثلا پیش از اینکه ما بسیار وقتای اول فاکولته بود وقت که پرسان میکردم از یک کس یا پیش از راستی میگفتن که کپلان بسیار مشهور بود، خامیان هم هست، مثلا بسیار یک استادی ریسورس خوب است، قوی است از اول. ولی مثلا اون وقت شما فکر کنید سابستیتوت دیگه برای دارین. اول خود تکست بوک یک چیز است که اپدیت نمیشه، شما اون را اگر 2020 بخرین تا 2024 مجبور هستین اون رو استفاده کنین. دیگه نمیفهمی که مثلا در کانتنت امتحان چی تغییر اومده که در اینجا نیست و بسیار تغییر میباور کنین، خصوصا وقتی شما از کجا میفهمین؟ از بعد از اینکه پس فیل چی میبخشین، بعد از اینکه استپ 1 پس فیل شد و استپ 2 سیکی یک ذره مهم شد، می کانتنت کمک تغییر کرده. مثلا سرایگان چیزا ویت زیاد آمده، مثلا سوال ایتیک است دیگه است، یا اینم تو جنرالی یک کمک مردم میگن سخت شده، سخت نشده، فقط هم طریقش یگان چیزا فورس سرایگان چیزا زیاد شده و یک کمک طریقه تغییر کرده. بسیار میخواین که امی چیزای استپ 1 چی میگن گپای بیزیک ساینس از استپ 2 اینتگریت کردن. این چیزا سخت نشده، یعنی تو چیزا مردم هم میترسن. به اون خاطر چیزی رو استفاده کنین که اپ تو دیت شه. مثلا ما این چیز بسیار دوست داشتم، لایبرری هم باسه، یا مثلا اپ تو دیت است. اپ تو دیت که از قیمت است و او ود اینستیتوشن شما را یک اجازه بده که اگر میخواین به فری داخل شوین، دیگه او هر اینستیتوشن او چی نمی داشته باشه، افیلیشن هم روش. مثلا من داشتم باز وقتی فارغ شدم از پانتون دیگه یک 3 ماه بعد باید پس داخل وی پی ان پانتون میشدم، میشه استفاده کرد نتونستم و بنظرم بسیار مقالش درازم است. ام باز که است مثل یک چی است، یک سامری اینم اپ تو دیت است و فقط برای امتحان استپ 2 جور شده. یعنی بسیار اکسالی است، بسیار خوب چی داره. مثلا هایلایت کردم میتونید اگر شما استفاده کرده باشین میفهمین، هایلایت میکنه چیزایی که مثلا کی اگزم کانتنت است یا یعنی بسیار خوب است و به صورت دوامدار و اپدیت میشه. نظر به کانتنت اگزم دیگه دلتون جمع باشه که ما چیزی که میخوانن اپدیت است.
دیگه ای که از هر کس همون خودش از فرق داره. مثلا شما هستین، یک کس دیگه کس دیگه است. به خاطر خدا چی نکنین که مثلا یک نفر دیگه دقیقه در وقت پاس کرد و نمره بلندم گرفت کرد، ما چرا نمیتونم. از شما فرق میکنه. یک نفر است که مثلا یک رو باید 10 سال چی کنه، یک نفر است که نمره در 5 روز تایم میکنه. دیگه هر کس فرق داره. دیگه ای که تارگت اسکورتون از اول خوب است که تعیین کنین در ذهنتون. آدم نمیتونه بگه که من این اسکور میگیرم، نمیفهمین که در روز امتحان چی میشه. دیگه میشه شاید از اون چیزی که انتظار دارین بسیار بالا بسیار پایین بیایی گپا میشه، اوتلایر ها میشه موجود است. ولی آدم باز یک چی می داشته باشه پیش خود که من مثلا آدم میگه که من در خانه اینی چیز میگیرم، مثلا خانه 260، خانه 240، 250. دیگه اونو چیتان باشه، از اول در فکرتان باشه که شما نظر به مو باز یک گل می باشه خودم میرسونید. باز بخیر نزدیک امتحانتان که شد این معلوم تر میشه، چون میبینید صف اسسمنت ها گپایتان چی میشه، یعنی مطمئن تر میشین که من به کدام سکور نزدیک هستم. دیگه ای که کدام لیمیت دکتر صبا میگه په آخر بسیار گپ مهم است. این هر وقت بر خود خاطر نشان میکردم، چون یکان گپاس مثلا نمیشه یاد آدم میره یاد آدم میره، آدم قسم ناامید میشه که من البته یگان دفعه چی میشدم که البته من که چی نیستم حافظیم خراب است چی گپ است که مثلا من چیزا باید چند دفعه بخونم. این چیز نیست که مثلا شما کدام کس بگه که اینقدر دفعه بخون باید در فکرت باشه. اون نظر به شماست. اگر 10 دفعه یک چیز یاد میگیرین تکرار کنین بخونین، اگر 100 دفعه میگیرین خیر، 100 دفعه شما بخونین. گفتم هر کس همون خودش از خودش است. دیگه ای که باز از سر موگه ریویژن براتون گفتم، ریویژن بسیار مهم است که همون کانتنت هایی که یاد میگیرین شما اول خود تکرار کنین که در فکرتان باشه، که همون چیزی که معلومات در ذهنتان باشه، بعدش معلومات که در ذهنتان هست شما معلومات استفاده میکنین، اینگریدینتس یک جا میکنین و ایده یاد میگیرین که تو استادی متریال چی این کانتنت هایی که یاد گرفتین در سوالات تو ایمپلیکیتش میکنین، در سوالات تو چی میکنین. این از چی وبسایت کپلان گرفتم، این داخل میایم بسیار خوبش است. از 2024 هم چی شده، چی میگن اپدیت شده، باز میگه پای اسکوری گپا رو بسیار خوبش دیگه نشان داده که مثلا کدام اسکور در کدام پرسنتایل است، شما مثلا گود اسکور چی است در استپ 2 گپای نو است، یعنی وقتا فرق میکنه. دیگه دیوریشن استادی تونم یه مردم مثلا پرسان میکنم چقدر وقت درس خواندی، نه یه خوب است که آدم پرسان کنه که مثلا ببینه خدا پیس خودم. مگم این نظر به شماست، باز میگم این گپا. دیگه ای که چی رقم نظر به شماست. مثلا استپ 1 شاید از یک نفر مو بیسیک ساینس گپاش بسیار قوی باشه، نیست استپ 1ش بسیار میفهمه. با اون نفر شاید آسان تر باشه از یک کسی که استپ 1 هم خراب است، و چون گفتم استپ 1 بسیار زیاد اینتگریت شده در استپ 2 ولی با او آسان تر است از یک کسی که استپ 1ش مثلا خوب نیست یا فقط اینم خوانده که پاس کرده. خود آدم میفهمه دیگه مثلا که چقدر من میفهمم. دیگه ای که مثلا امی وقتی که دارین شما میتونین به درس خواندن بتین. یک نفر است در این زمان نوکری میته بسیار مصروف است دیگه، از یک نفر است هیچ نمیخونه 6 تا فقط درس میخونه دیگه. برای از دوی از اینا خود دیوریشن فرق میکنه، نه چون انقدر که اینتنس بخونین و وقت چی بتین اونقدر کمتر میشه پریودی که درس میخونین دیگه. پروگرس تون که چطور این بسیار مهم است. پروگرس تون بسیار مهم است که شما یعنی در سلف اسسمنت ها چی میکنین، مثلا در یورلد، در این بی می، در یا یورلد اگر چیزی نیست، یورلد سلف اسسمنت منظورم است. در این بیمی ها بسیار زیاد مهم است، چون این بیمی هم چیزی است که امتحانایی است که گفتم خود کسایی که امتحان بردم ایستادن رو ساختن براتون. بسیار یک پرزنتیشن خوبه، رپرزنتیشن خوب میکنه از امتحان. پروگرس تون یا چطور است. مثلا اگر شما این بیمی ها رو میگیرین و مثلا در 2 دفعه میبینید که 230 230 چند سکور میکنین و هدفتون 250 است، به این معنی که شما هنوز دور هستین از هدفتون. با وجود که بسیار فکر میکنین خوب درس هم خوندین، به این معنی است که به هدفتون درس شما رو نرسونده. باید یگان چیزا رو مودیفای کنین، یگان چیزا رو کم و زیاد کنین دیگه. دیگه ای که موقع تارگت سکور اینو گفتم براتون. افیشنسی تون که مثلا شما چقدر افیشنت درس میخوانین. یگان کسایی هستن که کانسنتریشن دیگه پاشن بسیار خوب است، 5 ساعت درس شاید 10 ساعت یک نفر بخونن، ولی بعضی کسا هستن که کمک پشبرک میشن دیگه میشن اونا دیگه مثلا باز وقت خود زیاد میکنن. یا هم این میتیرم بسیار زیاد ارزش فهمیدم، شاید شما هم تو درس هم بخونین. خب بازم میگم که آدم چی داشته باشه، استاپ واچ یا چی داشته باشه که ترک کنه که من روز چند ساعت درس خواندیم. بعضی آدم فکر میکنه که من 10 ساعت 8 ساعت درس خواندیم امروز، وقتی که سعی میکنی که فقط 4 ساعت درس خواندی. اون وقتی که فقط سر میز بودی و درس خوندی، یعنی سر میز خدا میشه که سر میز باشه تلفن هم استفاده کنه، این طرف هم سعی کنه قسم کنه. ولی وقتی که تنها شما برای درس دادین و وقتی که از همین درس دور میشین، چی را بزنین چی میگن آپشن بتن آف
که من دیگه یعنی میال در درس نیستم دست تا پاچتان در کامپیوتر از شما ضرورت نیست که این چیزا بخرین چی کنین در کامپیوتر تان موجود است اونمو وقت کلاک چی میکنین اون فوکس تایم تان آن میشه این بسیار زیاد مهم است دکتر صاحب باور کنین بنظر بسیار مهم است حتما استفاده کنین چون آدم باز دل خوش میکنه من بسیار درس میخوانم اصلا متوجه میشه که چیش خوب نیست دیگه آمدیم اینا سری استادی ریسورسز این گپ بسیار مهم اینا میفهمین به نظر من کسایی که اینجا هستن کلش میفهمن که مثلا کدام استادی ریسورس ها موجود است یگان چیزای اصلی است بعد ریسورس های فرعی داریم ریسورس های اصلی چیزایی هستن که بدون از اینا دیگه میتونه شما نتین گرچه و قدر دو بخش می نمیفهم برای من میامد چون من دیگه رقم طریقی ریویژن نداشتم یورلد کاست خوب بسیار 100% است که شما برای لرنینگ تول استفاده کنید اینا مثلا انباس کمک امرایزی رقابت میکنم ولی من بازم یورلد ترجیح میدم به خاطر که انباس کسی کمک اوور کامپلیکیت میکنه می طریقه فکر کردن آدم سر سوال و سوالاش بسیار سخت است امتحان اصلی کرده است در استپ 1 هم تو فکر میکنم بودم استپ 1 هیچ استفاده نکرده بودم انباس خود استپ 2 سوالش کس بسیار خوب است مثلا چند همر داره سوال بسیار سخت 4 یا 5 همر می داشته باشه سوال آسان 1 همر 2 همر بیخی دیگه یک سوال پرسان میکنه که یعنی بسیار زیاد لو ییلد می باشه و تو چیزا به اون خاطر یک چیز است که فرعی است به نظر من in addition to your world میتونید استفاده کنین ولی world کس باز یک چیز بسیار اصلی است او رو سر هر کدامش جدا جدا میایم سر کدام هر کدامش که مهم است کلش نمیگم دیگه انکی است مثلا که برای ریویژن مهم است که شما هم چیزا رو که یاد میگیرین رو در ذهنتون داشته باشین انکی ما انکینگ استفاده کرده بودم یا بعضی از دوستان میگفتن که زنکی استفاده میکردن تی زیت ای ان کی آی تعداد چیاش فرق میکنه کارتاش یکیش 7000 کارت داره یکیش 10000 کارت داره دیگه این که شما کدامش خوش میکنین به نظر رو باز فرق میکنه کدامش کار میکنین خب اینی کارتای خود آدم که جور کنه کارتای خود آدم به نظر من بسیار چیز زیاد وقت میامد اول مگم پس اون وقت که متوجه شدم طریقه آسان شو یافتم دیگه که آدم چطور میتونه کارتا رو به شکل جور کنه که زود باشه کپی پیست کنه دیگه کنه وقت خودم ضایع نکنه و داخلی استفاده کنه چون شما دکتر صاحب محترم وقتی که نزدیک امتحان برسه بخیر بود بسیار دست پاچه میشین که مثلا من از کجا بخونم نه بسیار ریسورس ها بسیار چیزاست اینا کلا معلومات خودم نمیتونم مثلا در چند روز جای کنم ثمره ماهای شما میباشه به اون خاطر باید یک چیز داشته باشین که کمک خود جمع احساس داشته باشین که من چیزی که مهم است با هایل است که در هر جای دیدم و مطمئن هستم که هایل است اونم چیزا رو من دارم که داخل یک ریویو کنم شانه یا چیزی که بسیار یادم میره مثلا چیزی که بسیار زیاد یادم میره از اونها جور کرده بودم دیگه اونو بنظر من بسیار مهم است کپی پیست میکنه شما چیزا وجود تایپ نمیکنید تو دراز با لایبرری انباس بسیار به من کمک کرد چون یورلد کاست اینا بسیار جدا برش عنوان دادیم بخاطر که بسیار مهم است این 4000 سوالای مالتیپل چوایس داره و یک سیستم هست که مثلا یک کوشن بانک هست که شما اینا برای استفاده میکنید که یاد بگیرید به اینه که مثلا شما تست کنید خود که من چقدر میفهمم یا نمیفهمم اگر از اول خودت تست کنید رقمی باز بسیار آدم دیموتیویت میشه بخاطر که پرزنتیشن اول آدم بسیار پایین میباشه میشه شما خوب باشه یعنی میگم که اگر پایین باشه شما خود چی احساس نکنین بخاطر این چیزی است که شما بعد یاد میگیرین و این نیست شما ایره کس چی کنه استاپ کنه و ایره در امتحان تا مثلا نمرش رو داشته باشه سوالایش هم 4000 مالتیپل چوایس کوئسچن است تا 4000 زیادتر است و اد میکنن تو روز خونی به صورت متواتر یک مقدار سوالا رو اد میکنن دیگه ای که اینمی سوالای زیر چه رقم آدم حل میکنه کسایی که مثلا پیش از یورلد کار کردن میفهمن چیزشه طریقه زیر چه رقم سوالا وجه هست یا امو ستایل سوالا وجه پایش میفهمن سیستم هست دیگه ای که نظر به سیستم هست یک دیگهش نظر به چی هست مثلا خب یکی یعنی تو که مثلا نظر به سیستم براتون جور میکنم مثلا کاردیوواسکولار نورولوژی مثلا چی این تو باز یکی هست که نظر به دیسیپلین براتون چی میکنه مثلا اینترنال مدیسن چی فامیلی مدیسن مثلا چی این تو براتون جور میکنه دست توسی که این رقم است به نظر من وقت که پسان رسیدم باز اینی در فکرم شد گفتم کاش که من سیستم بیست کار میکردم اول کمک آدم بس که در اول سیستم بیست کار کنه یگان چیزا را اول میکس آدم کار کنه کمک ذهنش چی میشه چون سر یک چیز وقت که فشار بیاری مثلا سیستم کاردیوواسکولار شروع میکنی وقت که خوب سری یاد گرفتی باز در سیستم دیگه میری باز سیستم دیگه فقط یک چیز است که کل سوالا رو ختم نکنید مثلا در سیستم کاردیوواسکولارتون شاید مجموعاً 1000 سوال داشته باشین
حداقل یک 400 سوال 300 سوال برای آخر بانین که وقتی که مکس کار میکنین او سوالایتون هم باشه که وقت گوره میپرتین از کاردیوواسکولار هم یک مقدار سوال باشه. اگر یک چیز شما بسیار وقت باز کار نکنین باز یادتان میره. به اون خاطر به نظر من سیستم وایس آدم وقتی که کار کنه داول بسیار خوب است که یاد بگیرین، چون بازو رینفورس نکنه بسیار خوب معلومات در ذهنتان. دیگه ای که گفتم این میگه که چند دانه سوال شما آخر اعلام بدین در سیستم که مکس وقت کار میکنین از این سیستم باشه سوال. دیگه ای که تایم توتور مود چند دقیقه مود داره که مثلا شما تایم می داشته باشین توتور مود می داشته باشین. ما همیشه تایم و توتور گرفتیم از اون اول آمادگیم، هیچ وقت مثلا تایم چی نکردیم آف نکردیم یا دیگه، چون از اول شما رو آماده میکنه که به وقت ختم کنین، مسئله چی نداشته باشین یعنی وقت نداشته باشین. دیگه توتور مود خود به 100% شرط است بخاطر که شما از اینمی یاد میگیرین دیگه. برای دلیل از استفاده از یورل اینمی است. البته در فرست پاس تان است. باز اگر شما مثلا فرست پاس ختم کردین بخیر خوب آماده شدین، وقتی که فقط میخواین که سوالا رو به این کار کنین که استامینایتون رو بلند ببرین، مثلا در روز 80 120 سوال کار میکردین تا حتی زیادترش میکردین که دیگه شما سوالا رو این چیزی که می‌خواستین یاد بگیرین یاد گرفتین. حالا هدف نیست که شما کمک به سوال اکسپوژرتون زیاد کنین دیگه در سکند پاستون، یا مثلا اگر فقط سوال فلکتون کار میکنین اون وقت باز میشه که چی کنین تا اینمی فقط تایم کنین، مثلا توتور مود نباشه. وقتی توتور مود که چیز خراب عزیز که شما رو آموخته میکنه که وقتی که سوال جواب بدی باید پس جوابش هم ببینی، در حالی که مثلا در اینترنت اصلی یا در ایمیل تو نیست، نه در سوال جوابش نمیبینی. باز قسم آدم بعد آموخته میشه. دیگه ای که یک چیز دیگه من ایده خودم مثلا جواب سوال داشتم در وقت آمادگیم، میگفتم که اول یک سوال مهمی است که بعد از اینکه آدم فرست پاس یورلد خود خلاص کرد کدام از این آپشن ها خوب است که آیا یورلد سکند پاس کنه یا که سوال فلگ خود خلاص کنه. و بدون شک منظر اکثرتون میگین که بی، نه چون نمو سوالی که شما فلگ کردین یا سوالی است که اشتباه کردین یا چیزی است که بسیار خوب نمیفهمین. دیگه سوال دیگه است که اینمی سوالای فلکت که شما کار کردین فکر کنید یوم خلاص شد صحیح. باز اینا چی میکنین؟ هنوز شما فکر میکنین که دستورایتون در جایی نیست که باید باشه و هنوز باید درس بخونین ادامه بدین، یعنی وقتی نیست که شما دیگه اینا یک چند وقت بازش بخیر امتحان بوک میکنین، هنوز فکر میکنین که آماده نیستین. پس چی کنین؟ بعضی کسایی که کم پس کار میکنن این اکثرا با کسای خوب است که یعنی پرسنتیج اول از اینا بسیار پایین باشه، مثلا از 65 پایین باشه یا بسیار پایین باشه. مثلا از اون کسا شاید ضرورت باشه که یک پس دیگر بکنن، ولی یکم کسی وقت هست وقتش وقت داره که شما خواسته چی باشین در ذهنتون سوالا هست. آدم سکند پس همیشه به صورت فالس چی بلند میگیره، پرسنتیج بلند میگیره و بسیار دل خوش میکنه که این خوب است. ولی در اصل شما رو مسئول هستن یادتان است خواسته و نخواسته. به اون خاطر به نظر من این که آدم به یک طریقه دیگه این سوالا رو کانتنت ها رو به یک طریقه دیگه سوال ببینه بهتر است از کرده که عین سوالا رو چند دفعه کار کنه. مثلا بسیار کوشن بانک های دیگه داریم، این مثلا انباس است. اگر انباس خوشتان نمیخواین سی ام اس فرمای سی ام اس از خودش باید یک کوشن بانک میتونه استفاده شه، بسیار یک کد فرم است. مثلا نمیفهم چند دونه است با مجموع مسائلش وقتی حساب کرده بودم تقریبا 2000 از 2000 که سوال است کلش شما کار کنین. این فرمای آفلاین شه براتون میگم دیگه. به خاطر بنظر من اینی چی مهم است که در ذهنتون داشته باشید. دیگه بیشتر پرسنتیج بسیار زیاد تقصیش نباشین که مثلا چند فیصد گرفتیم سگان تا 70% است دیگه. اون نظر بیسلاین شماست که چقدر میفهمین. خب بسیار تقصیش نباشین. خب مهم برای شما است که شما این پروگرستون چطور است. مثلا خیر یک بلاک شما کار کردین در اولان بلاکایتون مثلا فیصدیش بسیار پایین میاد، مثلا 55% میامد 50 میامد. اگه چرا بیای خیره، یعنی هر کس فرق میکنه. ضرورت نیست مثلا شما بگید که ما در ردیت یا در جا میخونم مردم بسیار بلند میگیرن ما چرا تو میگیرم. استاد ببینیم که نمیشه تو میشه از 55 60 میشه یا نه، از 60 62 63 میشه یا نه، 65 میشه یا نه و دونه موجه میمونه یا نه. مثلا باز پسان وقتی بلاک های دیگه کار میکنه باز پس مفتب چیز کورا این به این که شما باز اونم کانتنت نمیفهمین نه دیگه. به اون خاطر نمو ترندش مهم است که چقدر چی میشه اینکریز میشه یا دیکریز میشه، ascending است یا descending است با اصطلاح دیگه. چی اینو براتون بیشتر گفتم که لرنینگ تول هستی برای این است که شما خود اسس کنین. فقط داخل امتحان باز کمک به وایس اسسمنت تول میشه که سلف اسسمنت هاش استفاده شه. خب این برای شما یاد بگیرین. و گفتم که
همین چیزی رو که در اول میخونین ترجیح نداشته باشین که شما هم دمی اول یاد بگیرین. اول اکسپوژر است، با مرور زمان بخیر آدم یاد میگیره. دیگه عجله نداشته باشین. دکتر سبانی هیچ عجله نیست. شما ما اگر چی میکنیم تا آخر عمر شما وقت دارین که یورد چی کنین. صحیح است که مثلا ددلاین ها میباشه که آدم میگه که ما باید تا این وقت بخیر امتحان پاس کنم، در این سال اپلای کنم برای مچ سیزنی تو گپا. ولی شما اگر وقت بسکورتان که میخواین که برسین به اون نمیتونین رسیده و میبینین که نمیرسین، در سلف اسسمنت هایتون مشکل دارین، دیگه باز اگر امتحان بگیرید باز بسیار شاید وجدان عذاب کلان باشه برتان. عجله نداشته باشین. آستا کار کنین که وقتی میبینین یک چیز نمیفهمین خیر است یک چند روز دوام وقت بدین. ولی وقتم ضایع نکنین. اینو در نظر داشته باشین چون وقت بسیار ارزشمند است. دیگه ای که بازم گپ است، هر چیز تقاضا نداشته باشین که در سنگل پس بفهمین. فرمای سی ام اس چیکار کردم ولی پیش از اینکه مثلا بیشتر در اونجا چیکار کردم استاپ کردم. فرمای سی ام اس که براتون گفتم این سوالای است که این براتون خلاص شه بگم در وبسایت ببینید که چی داره. مثلا میگه questions on clinical science content typically covered during a clerkship and medical education course. این کسایی که در چی میباشن در یو اس ای میباشن مدیکال اسکول که مدیکال استودنت هایی که در اونجا هستن، اونا در می سال کلرکشپ یا پای خود در وقت استاجایشون یعنی چیارم فرما را کار میکنن. دیگه این شلف اگزامز که میگن اونم اصلا کانتنت شلف اگزامز است. به خاطر بسیار زیاد چیزای مهم است، فرمای مهم است، چیزایی است که در امتحان اکثرا هایلیت میباشه. بسیار سوالای ساده است در نظر اگون تو نمیاد ولی اصلا بسیار مهم است. چون طرز فکر که شما باید در امتحان داشته باشین اونجا براتون یک قسم چی میکنه نشان میده که چطور باید فکر کنین. این کسایی که این سوالا رو جور میکنن چه رقم فکر کردن این سوالا رو جور کردن، اینی تو فرما است. دیگه بسیار متریالای هایی دیگه میباشه. بیشتر براتون گفتم از امتحان اصلی که بسیار آسان تر است. بسیار سوالا کوتاه است، مثلا یک خط دو خط میباشه. ولی گفتم اما طریقی که باید فکر کنیم و چیارا چه رقم میتونیم که نوکاوت کنیم جوابا رو اونو رو براتون آپشن ها رو براتون چی میکنه یاد میده. دیگه ای که پرسپکتیو کسایی گفتم اگزم براتون جور میکنه از فکر از اونها شما رو آگاه میسازه که اینو چه رقم فکر میکنن، مثلا کدام جای فکر میکنن مهم است، کدام جای فشار میارن در چیزی که شما میکنین اینی دفعه و وقت کردن هم باز یه چیزی کار میکنه کمی اوورتینکر میشه. مثلا یک سوال بسیار ساده میباشه استریت فورورد میتونه کار کنه، بسیار زیاد به چی فکر میکنه و مغلق فکر میکنه. اونمو حالت اصلا کمک پس میکنه از پیش آدم و اینجا بگم که دکتر سبا در امتحان اینی اوورتینکر فکر کردن اوورتینکر خوب چیز نیست. بخاطر که در امتحان چیزا اینقدر مغلق نمیباشه، چیز بسیار استریت فورورد از پیشتون میخواد. فقط گپ دو است که شما چطور جوابا رو چی میکنین یا پیدا میکنین. چون سوال جوابش میفهمین، جواب باید پیدا کنین. جواب بسیار نزدیک میباشه. یک چت هست نمیفهم کس چیز میگه. دکتر صاحب بخاطر که کسایی که جوین شدن در اینجا این با فارسی صحبت میکنن و بخاطر به پرژن گپ میزنم و دکتر صاحب محترم دیگه مشکل باشه من خیلی عمود کنم. اگر چیز نمیگه ادامه میدم کس. خب دیگه فرمای انگلیمی است. فرمای انگلیمی رو براتون بیشتر گفتم که یعنی پروگرس تان است، پروگرس اسکور تان بسیار زیاد براتون خوب واضح میسازه. فرمای جدید فرمای 10 الی 14 است. نه 10 جدید نیست، 10 بسیار وقت پیش بود. خود 10 کس بسیار پردیکتیو است، یعنی من خودم دیدم به خاطر هنوز آپدیت نشده. ولی فرمای دیگه مثلا 9 است مچو حتی نمیفهمم نمرهش که چند است. خب چیزا بنظرم بسیار زیاد وقت است، ضرورت نیست شما یعنی به اندازه کافی فرم دارین از 10 تا 14. یعنی براتون کفایت میکنه که شما بخیر چی کنین، هم کانتنت یاد بگیرین و هم خودتان چی کنین تست کنین که در کجا هستین. فرم داره گفتم پردیکتیو است بسیار دیگه. وقت هر قدر که شما وقت دارین میگیرین وقت آمدنش نیست که مثلا شما نو پریپریشن تون شروع کردین هیچ چی نیست هنوز آماده نیستین میگیرین با بسیار اسکور پایین میگیرین. مثلا در وقتی که شما یورد کار میکردین وقتی که بسیار سوالای چند فیصد مثلا 70% کار کردین 80% یا اینکه یورد تون فرست پاس ختم کردین اون وقت میشه که شما یک بیزلاین تون ببینید که شما در کجا هستین. مثلا کسی که بیزلاینش در 230 است او برش شاید آسان‌تر باشه که 250 برسه یا 200، کسی که در 240 است یا 230 است بعد 260 برسه. ولی کسی که مثلا بیزلاینش در 210 و 220 است او بسیار کار داره، نه زمان بیشتر کار داره و اما چی کوشش بیشتر کار داره که به اون سکور برسه. دیگه اینکه
چی براتون میگفتم، ردت ردت کسایی که استفاده میکنن استپ توکسیک فورم استپ توکسیک هستن، هکما که فورم توکسیک هم هست، بخاطر که آدم قسم میترسونه. مردم ها بسیار گپای چی میزنن که من اینقدر سکول گرفتم، تو آدم کمک دیموتیویت میشه. ولی چی برای که مثلا شما این بیمه رو وقتی کار میکنین برتون امی پوزیتیو دیگه مسئله نمیگه که مثلا شما وقتی یک فرم اگه خراب میشه از پیشتان سکورتون پایین میشه برتون سخت میباشه. ببینید که مسئله دیگه چی میگفتن براتون سخت است. یکی خود شما خودتان احساس نمیکنین، چون این امتحان است که مثلا بسیار دوستا و کسایی که میشناسین این امتحان نمیتونه، شما بسیار ندمی چی تا تنها میباشین. به خاطر خوب است یک فورم است که میبینین مردم که مثل شما هستن چی چیزا را سرشان تیر میشه، چی میکنن، یا مثلا سکور از اونا چطور است. به خاطر بنظر خوب است که اکسش داشته باشین، مثلا این بیمی را که کار میکنین ببینین که مردم چطور کردن، چی فکر میکنن در موردش. دیگه این بیمیتون باید پلان کنین که نظر به کدام آردر میگیرین. مثلا 10 تا 14 است، این تو نیست که شما باید تو به می آردر کس بگیرین 10 11 12 13 14، این تو نیست. به مو آردر بگیرین که در ردت خوب جا هست، این مورد خوب سجستشن ها هست، مثلا مردم میگن که این فرم به نظر من بگیرین، این فرم رو داخل نگاه کنین. چرا؟ بخاطر از اینکه چیزایی که بسیار پردیکتیو میباشن، فرمایی که پردیکتیو هستن رو باید داخل نگاه کنین که پس بخیر مطمئن شوین از اینکه امتحان که شما آماده هستین. مثلا در آدم اول نگیرن، یک گپ منطقی نیست. این داخل باید نگاه کنی که کمک پردیکتیو است، یا مثلا یگان فرماش بسیار سخت است یا دیگه سوره بگیرین دمو بین پریپریشن تون که از بین چی شود. دیگه آمدیم سلف اسسمنت. سلف اسسمنت ها براتون دومی بگویم که مثلا سلف اسسمنت های استپ تو سی که چی است که شما خود ایوالویت میکنین. یک خو این بیمی است، نه فرما این بیمی است. در این زمان که سلف اسسمنت از بسیار زیاد شما یادم میگیرین، چون باور کنین تا امتحان سوال بسیار مشابه به یاد میآید. حداقل امتحان بخواین تو بود دیگه فری 120 که بسیار زیاد مشابه میآید، فقط کمک از فری 120 که مشکل بود فرما دیگه. مثلا مکس از این دو تا بود دیگه. ای که یورل سلف اسسمنت دویش مثلا بسیار پردیکتیو است. اولش هم باید خوب است بگیرین اگه وقت داشتین، چون در اول پریپریشن آدم وقت که یگان چیزا را خوب است که بگیره، گپای پردیکتیو بسیار با آخر نگاه کنن. سلف اسسمنت دو بسیار نزدیک امتحان گرفته میشه و واقعا پردیکتیو است. یعنی خودم دیدم دیگه. به خاطر این وقت که بسیار نزدیک یک هفته پیش از امتحان 10 روز پیش میگیرین، یک نزدیک بگیرین که بفهمین که امی اسکور رنج دنده کجا است. فکر میکنم مثبت منفی 10 یا 5 است که پردیکتیو سکور براتون میده دیگه. این تو گپاست. آمدیم سر چی که دمی امتحان هستی، مثلا مردم پرسان میکنن خیلی امتحان هستی چه رقم است. سوال ها که از سوالایی که شما در کوشن بانک ها میبینین از اینکه به نظرم بسیار استریت فوروارد است. یعنی سوالا بسیار چیزی که میخوای براتون نشان میده. هیچ نیست که مثلا تو پیج متگپ بسیار زیاد. به خاطر بسیار ضرورت نیست که شما مغلق فکر کنین، ولی اینا هیچ شرایطی میشه یک نفری که معلومات داشته باشه و خوب درک کرده باشه، همین کانتنت میفهمه، رینفورس کردنش میفهمه، و اون نفر شاید آسان‌تر باشه نظر به کسی که مثلا هیچ زیاد خوب پریپیر نشده باشه، اون شاید کمک برش مشکل باشه. ولی گفتم اگه خوب آماده شده باشین، خوب آماده به این معنی نیست که شما بسیار دیگه تو اکستریملی درس بخونین. خب یعنی به اندازه خودتان پروگرام پلانتون خوب پیش ببرین، بسیار استریت فوروردتر است از کوشن بانک ها کردن. دیگه دیگه که مثلا مردم میبرن میگن که سخت بود یا آسان بود، همین سخت آسان مردم به نظر من هیچ گوش نگیرین، بخاطر که نظر به او سخت است. مثلا نظر به او شاید یک سیستم بوده در که اون نفر زیاد نمیفهمیده، یا مثلا شاید نمیفهمه دیگه. مایندست در کس فرق میکنه. به خاطر مثلا این میره داپرستان نکنید که امتحان سخت بود یا آسان، چون آسان و سخت نظر بر کس فرق میکنه، گپ سابجکتیو است دیگه. او بر شما نیست، شما را نترسونه. دیگه ای که بسیار گپ طالع و چی هم هست که آدم چقدر فرم برش میه و اگه تو بسیار آسان میه بگم تو سخت میه دیگه. فول فرم قسمت هست دیگه. ای که گفتم براتون بیشتر فرم ما به ام بی می و فری 120 بسیار نزدیکتر بود نظر به یورل. مثلا سوال یورل که از منظر ما واقعا برای یاد گرفتن است، برای این نیست که شما فکر کنید که الان اینترنت سوال نه. دیگه ای که جوابات اصلا گپ در جوابات است که شما چطور جوابا را چی میکنین. حتما در بین دو جواب میمونین اکثرا در جواب سوالا، با وجود که جواب بخی میفهمین کی میده پس، ولی تو نزدیک میارن که شما در باریکی بسیار کوچک باید بین دو تا دیفرنشییت کنین. به خاطر استپ تو سی که گپ اینمی است که شما جواب پیدا کنین. کل سوالا رو مطمئنم کس نمیفهمه.
چیزای شاید باشه که هیچ نفهمین، ولی باز یک طریقه هایی است که استاد می چیزی برشان تا یاد میگیرین که چطور میتونین چی کنین. مثلا براتون یک چیز نگفتم بیشتر، این دیواین کاست، دیواین اینترونشن پادکست، این یک چیزی نیست که مثلا 100% آدم باید شما باید حتما اینو گوش کنین، ولی یک چیزی است که گوش کنین باید کنین ضرر نمیکنین و بسیار فایده میکنین. مثلا یکم تا هستن موزیک گوش میکنن یا چی میکنن یا مثلا پادکست گوش میکنن، شما اینو فکر کنین که در این دوران که شما برای پریود که شما آمادگی میگیرین برای استپ 2، این چی شما است، پادکست شما است که گوش میگیرین. مثلا یک کار میکنین مدت درس خواندن میتونین دستان چیزی نیست، یا در موتر هستین در هستین، یا مثلا چیزی میکنین دیگه در خانه چیزی پرپیر میکنین براتون، یا سپورت میکنین چیزی میکنین، در اون وقت مثلا میشه که گوش کنین بسیار زیاد گپای خوب میزنه. باور کنین خصوصا پادکست هایش هست که مردم میگن که 100% بسیار موست هایلدش است، اصلا بسیار اپیزود داره، مثلا 500 شاید شده باشه تا الان شما خود نمیتونین باشه گوش کنین، ولی همون چیزایی که بسیار زیاد مهم هستن مثلا واکسین است و مثلا چی است ریسک فاکتور است که با او رو در ردت باز میبینین که لینکاش مردم مونده، اون رو وقت که سعی کنین پادکستش گوش کنین، ویدیو هم داره، برای شلف اگزم هم ریویو داره، بسیار براتون کمک میکنه. به اون خاطر به نظر من خوب است که گوش کنین. اینا از اینجا چطور اومدم که اینا میچیره طریقه جواب پیدا کردن گپا رو بسیار خوب براتون میگه. حتی این میفری 120 نو شد تقریبا یک سال پیش نوش برآمد، این نوشه بخی براتون اما دانه چی میکنه دایسکت میکنه، 4-5 دانه پادکست داره، هر کدامش مچم که 30 دقیقه یا چند دقیقه است براتون تشریح میکنه بسیار خوب که چرا این جواب تو است چرا این تو است. چون بعد از گفتم بعد از یک مدت مشکلش ما باز مشکل چی نمیباشه که من یاد ندارم، مشکلی میباشه که من چطور این جواب پیدا کنم در بین سوالی که جوابی که بسیار نزدیک به هم هستن. دیگه که نزدیک امتحان گفتم من نیستم اینایتونه که شما خوب بسازین، این بسیار زیاد مهم است. سوال نمبر سوالایی که شما کار میکنین مثلا در اول آدم 4 دانه سوال بسیار سر آدم سخت تمام میشه، چون دفعه اول است که من چیزا رو دیدم، ولی آستا به مرور زمان وقتی که استامیناش چی نزدیک میتونه میشه باید مثلا بتونه 80 سوال بسیار ساده حل کنه، 120 سوال حل کنه، چون شما در امتحان هستیتون 8 دانه بلاک می داشته باشین و این یعنی بسیار زیاد است. به اون خاطر 8 یا 9 است که شما چی کنین باید خوب باشین، زود به حوصله نشوین، مثلا چی نشوین. دیگه ای که هر بریک تان استفاده کنین 100% بخاطر که داخل نماز میفهمید که آدم بخیر مرد آدم کار نمیتونه دیگه در چیای آخر این بلاک های آخر باید هر بریک استفاده کنین. اگر مثلا میرین باتروم میرین، اگر مثلا چیز میخورین چی میکنین دیگه این بسیار مهم است. دیگه ای که سلف کیر که از جدا از لایک منو به خاطر از اینکه اینمی درس خواندن یک بخش از است، به خاطر که شما میفهمین یک پروسه بسیار طولانی است، یعنی چیز نیست مثلا شما یاد 2 ماه حل میکنید، خب میشه شاید بسیار خوب باشین بتونین بکنین، ولی کسایی که اینجی هستن خارجی هستن مثل ما اونا اکثرا ضرورت دارن که یک مدت برای زیبتنه مثلا 6 ماه است، تا 10 ماه است، تا 1 سال است دیگه فرق میکنه. با اون خاطر شما وقتی که فکر کنید دوران بسیار طولانی است، اگر در این مدت شما مثلا متوجه خود نباشین خود چی کنین باز داستا وقتی که آخر میشه نزدیک امتحانتون میشه شما برن اوت بسیار یک حالت چی براتون پیدا میشه، کانسنتریشنتون خراب میشه، خسته میباشین، نمیشه خوابتون میاد زیاد، دلتون درس خواندن نمیشه و این چیزا بسیار چیزای خطر زحمت میکشین و شما اگر این پروسه مثلا متوجه خودتون نباشین یگان چیزا رو بر خود چی نکنین بسیار نزدیک خدا نخواستین، یعنی کل پروسه یک طرف است نزدیک امتحان دیگه طرف است و بخی یک هوا و نوای دیگه است، یک سایکولوژی دیگه است که آدم می داشته باشه. به خاطر نمیدونم پروسه شما چیزایی کردین بر خود متوجه بودین نبودین کلش در جمعیه پیش رویتون دیگه. مثلا گفتم براتون بیشتر بسیار بی‌حوصله نشوین، اگر مثلا خودتون فکر نکنین شما مثلا ربات نیستین که چیز بگیرین حتما مدقه یاد بگیرین یا 100% خیر مدقه در 5 دفعه یاد خواندن رو یاد نگرفته باشین خیر است، یعنی خود چی نکنین یکم آدم خودش چی میکنه تو بعد روی میکنم روی خود دیگه. ای که شما مثلا اکسرسایز یا با اکسرسایز منظور می است که شما انذارات نیست که حتما جیم برین، هر کس هم چیش فرق میکنه، یگان تاس در خانه میکنه مو اکسرسایز خودم یگان حرکت میکنه دیگه، یگان تاس واکینگ داره و تو با هر کس طریقه خود داره. خب براتون بگم باور کنید در خانه خوب سه اکسرسایز میشه، حالا ویدیو اثر چیز است انذارات نیست که حتما یک نفر جیم بره، اگر میرین خوب است، خب اگر نمیرین گپ نیست.
دیگه برای یک وقت خاص داشته باشین که شما حرکت کنین، چون آدم بسیار دمیز میشینه که خوب وزن میگیره، شهم در جای خودت چک میکنه میبینه که بخی یک آدم دیگه شده، او رو خواهی مهم میشه از پروسه که خب منظور میست که یعنی اکسرسایزی که با شما رو هم ذهنتون فرش نگاه میکنه و هم چی میکنه از لحاظ ذهنی و هم از لحاظ باید درس بهتر یاد میگیرین وقتی که چند دقیقه حرکت میکنین نه و اصلا دوران خون در مغزتون زیاد میشه نه خوش احساس میکنین انرژیتیک میباشین دیگه، خوب نان بخورین، باید خوابتون خوب باشه. هر کس فرق میکنه 7 ساعت 8 ساعت بر شما هر قدر که کفایت میکنه. شما مثلا اکسپشن نبینید که من در یک پریود امتحان آمادگی به امتحان هستم باید من کم خواب کنم. شما اون مقدار خوابی که کم میکنین اصلا از اندازه‌ای که مغز شما کوشش میکنه گپا رو پروسس میکنه از شما کم میکنین. به خاطر این مغز اجازه بدین که کم پروسس کنه چیزایی که یاد میگیرین. من اینو مثلا میشد که به جای اینی یک ساعت نه 40 دقیقه یا نیم ساعت که اکسرسایز کردم میتونستم درس بخونم. شما نمیتونستین به خاطر ذهنتون اون رد میکرد نه وقتی که مثلا تو احساس نکنین که زیادی وقت است یادگار است دیگه. این مقدار بود چیزی که براتون میگفتم عموما خدا کنه که براتون چی باشم مفید تمام شده باشه. تشکر از اینکه تا حالا گوش کردین. اگر شما سوال چیز داشتین بفرمایید. بنظر مثلا بخش مهمش اینه است که شما مثلا چی سوال دارین چی انتباه گرفتین اینی مثلا مهمتر از اینکه ما براتون یک کد چیزا گفتم. اگر چیز میگین بفرمایید. هر کس اگر کدام سوال داره میتوانن که میجا سوال خود بپرسن. ما کل میجا انمیوت کردیم. مهلمان دکتر صاحب سوال کردم که مهلمان چی رقم چی فکر میکنین؟ من بسیار مهلمان دوست داشتم امی کانتنتش در استپ 1 بسیار زیاد استفاده کردم داخل خصوصا و بنظرم در استپ 2 من روزم ولی دست بسیار استفاده میشه ولی برای من این ضرورت نموند چرا بخاطر که من به جای زو دیواین استفاده کردم و فکر میکنم دیواین بسیار زیاد بهتر است نظر به من هیچ پشیمونم نیستم که استفاده نکردم. وقتی من یک دفعه چک کردم و کانتنت دیگه باشه باز پس وقتی متوجه شدم که دیواین بسیار خوب است. یعنی دیوان بخی شما رو دینمی مایندست استپ 2 داخل میکنن. اول گوش میکنین یک قسم گپاش بر آدم چی میاد تو آدم قنه میفهم ارزشش را باز پس وقتی که نزدیک امتحان دادن میشه خصوصا چیای پادکست های بسیار حالیل دشه وقتی گوش میکنم میفهمم که والا چقدر گپای مهم گفته ای و کل دیوان چی نیست که شما کل چیایش دکتر صاحب سوال کردن کل سکشن هایش گوش کنین. اگر میتونید خب بسیار خوب ولی بنظر من نمیتونید و ضرورت هم نیست. یعنی گفتم کل چیز حایل نیست. و از این است که شما مثلا صنف 4 5 پنتون باشین شروع کنید در 2 3 سال گوش گرفته برین ولی شما شاید نکرده باشین تو هم نکرده بودم تو این چیزه اما گپایی که حایل است در ردت میباشه و نوشته است در اونو چی میبینید که مثلا کدام پادکست ها حایل است کلش در لینک هایشون است میشه که شما از اونجا گوش کنید ببینیم که کدامش مهم است اون ما رو یا دانلود کنین یا در آیفون چی یعنی پادکست کست در اونها گوش کنین یا اگر از گوگل در گوگل هست وبسایت داره میشه که از وبسایتش دانلود کنین. چون من تلفن ما سامسونگ بود من نمیتونستم دانلود کرده بودم در چی در تلفنم اونم رو گوش میکردم که اگر آفلاین هم باشم یعنی پیشم باشه و زود گوش میگرفتم دیگه. دکتر صاحب زنکی که هست بنظرم زنکی بسیار خوب است. زنکی اینمی تی که داره این یک دوست ما استفاده کرده بودم وقتی که ما آماده میشدیم ما باز انکینگ چی کردم زنکی که از 7000 اینم تو دک داره ما چیز انکینگ که از بزرگ 10000 است. ما بخاطر رنکینگ استفاده کردم که وقت ما زیادتر بود ما گفتم که به جای اینکه مثلا یک دکی کوتاه‌تر استفاده کنم رنکینگ خوب است چون کمک اینتگریشن استپ 1 هم داشت. رنکینگ 2 دانه دانلود میشه استپ 1 استپ 2 شما استپ 1 میشه که بخیر دقیقش نشین چون اگه اون رو کچ کار کنین 20000 یا چند دانه دیگه است اون بنظر من کار نیست و قدر ضرورت نیست کار تصویب میبخشید. اونم زنکی وقتتون کم است مثلا شما 6 ماه درس خواندن دارین یا تو بنظر خوب است ولی اگر 6 ماه زیاد دارین مثلا 10 ماه وقت دارین یا دیگه انکینگ خوب است براتون میشه که استفاده کنین. ولی گفتم یعنی استایلش فرق میکنه دکتر صاحب. مثلا زنکی کس یک کمک تو سیستم بیسد و دیسیپلین بیسد کار میکنه. مثلا اون نوشته از OBGYN مثلا فامیلی مدیسن اینترنال مدیسن شوی تو شما سر هر لینک از اونم کلیک میکنین کارت های مربوط از اون میاد ولی چی کس باز انکینگ کس بخی مکس است ایچ تو دیفرنشیشن نداره که چی است دیگه. اگر شما استایلتون نمیست که مکس کار میکنین چون خوشتان میاد او تو او استفاده کنین اگر زنکی بر خوشتان میاد که منظم است او میشه که استفاده شود.
دیگه باز هایل است دکتر صاحب. اگر شما گفتم کدام کوشن بانک نداشته باشین بعد از یورلد و ضرورت دارین که درس بخونین دیگه هم میشه که امباس استفاده کنین، بسیار خوب است. ولی فرمای سی ام اس مثلا کار کنین به نظر من زوکه خوب است. اول اگر بازم وقت داشتین بازم آمادگی ضرورت داشتین باز میشه که شما امباس هم یک سپلمنت کنین به می چیایتان کوشن بانک تان. دکتر صاحب گفتن که ماستر د بوردز ماستر in prefer for state step 1 for step 2 دکتر step master the board شما هیچ چیزا استفاده نکردید اینمی چی انکی امروی ورلد امروی فرمای سی ام اس چی امباس فرمای سی ام اس خب کار کرده بودم و کلش نه اما فرمای بسیار رسنت کار کرده بودم 5 دانه فرمای موست رسنت از هر دیسیپلین کار کرده بودم چون وقت نداشتم. اینمی چی که گفتین ماستر د بورد هیچ نمیفهمم چی کار نکردیم دیگه. ای که فرست اید استپ 1 فرست اید کس راستی هم استپ 1 برای استپ 2 استفاده میشه ولی نظر به ضرورت. من مثلا بجای ازی اگر من باشم انباس استفاده میکنم لایبرریشه چون لایبرری انباس کس برتان مهمترین چیزای ریلیونت نظر به اینتان کس رو برتان میده. شاید یک چیزی باشه دوجه که شما در استپ 1 در فرست ایدش پیدا کرد نتونین او با وقت خوب است که شما مثلا یک چیز یادتون رفته یک چیز بیزیک است مثلا انتی دیپرسانس کلاسایش از یادتون میره که کدام دوا در کدام کلاس است. یگان دوای بسیار عجیب و غریب پرسان میکنن که نمو چی شما فکرتون نشده. میشه که شما اگه رفر کنین برین پی دی اف ش ببینین یا اگر هارد چی دارین کپیش دوجه چک کنین. ولی بنظر من تو نیست مثلا شما بشینین بخونین از سر استپ 1 فرست ایدش او زیاد وقت از ضرورت نیست. نظر به ضرورت چی کنین ببینین. برای استپ 1 دکتر صاحب من چه استپ 1 من چی استفاده کرده بودم انکینگ بخیر استفاده کرده بودم تقریبا 2 سال پیش به وقت زیاد یادم نمیاد. خب استپ 1 کس بوده بسیار زیاد دکای متفاوت است مثلا که چی است عجیب و غریب نامه داره بخیالم چیزی دوریان است مثلا چیز. خب فکر میکنم انکینگ خوب است برای استپ 1 انکینگ خوب است. دکتر صاحب دیگه گفتم که بخیر خب دکتر صاحب اینمی ایمای تو بود که پانتون من یک افلیشن داشتم روی جانس هاپکینز او خاطر دمی سال صرف 4 پانتون ما 6 سال از مجموعه از ما در صرف 4 پانتون ما یک پروسه ریسرچ بر ما میدادن چی پروژه ریسرچ نمیدادن میگفتن خودتان پیدا کنین مطلب کل چیز شنه استاد ریسرچ هم براتون پیدا کنین اشرف خانه باز دیگه ایره کانتکت کنین تا به صنف 5 باز در صنف 5 ما تقریبا ما 1 سال وقت داشتیم 1.5 سال 1 سال ایره بازم مو فایندینگز خود پای خودت چی میکردیم پرزنت میکردیم باز دکتر استاد از جانس هاپکینز میامدن باز گوش میگرفتن وقتا نزدیک ختم چی بود که یعنی کرونا و کمک گپ داشته اونا آنلاین گوش گرفته بودن. خب یعنی می آمدن حضوری هم می آمدن در سالهای پیش باز با انتخاب میکردن مثلا از بین از اون نفران 10 نفر تاپ که پروژه چیشون پروژهشون خوبش بود او ارزیابی میکردن. باز جریانش بسیار چیزای دیگه بود که مثلا سکور اوریج پانتون بود و مثلا دیگه چی بود نمره که شما در هر مدول میگرفتین در هر مدول ما پرزنتیشن داشتیم کلش جمع میکردن یک اندازه میکشتین اینترویو داشتیم راستی اینترویو انگلیسی پرسان میکردن که چرا میری به تو گپا باز نظر مو انتخاب میکردن دیگه. من اون رقم رفتم دیگه دکتر صاحب من به ریسرچ نرفتم بودم من به کلینیک رفتم چی کمپاس بیویش در انفکشس دیزیز من رفتم دیگه اونجا الکتیو خود کردم و استاژ کوجا کردم و حساب شدم استاژ خودم این ولی اضافه نکردم وقتی که چیزی بود که از طرف پانتون بود دیگه یعنی فری اف چارج بود برام وقتی که بسیار قیمت است یعنی من در فکرم نمیاد یک چیز نمیفهم چقدر از قیمتش $4000 چند است یا $5000 است. مقصد قیمت یک ماه الکتیو شده بسیار بلند است به خاطر ما چی اون ندادیم پیسه وقتی که از طرف پانتون بود. ولی ریسرچ که شما گفتین دکتر صاحب فکر کنم که بعد از گریجویشن نمیفهم که شما گریجویت هستین یا نوزم در پانتون هستین بعد از گریجویشن نمی چایش هست اپورتونیتی ها موجود است برای کسایی که خارجی هستن که اپلای کنن به ریسرچ وجه. من یک چی داشتم یک داکومنت پی دی اف دمو نوشته بودم چیزا جانس هاپکینز اونجا بود که بعد از گریجویشن به ریسرچ میشه که اپلای کنین چون جریان پانتون شما وقت میتونین اونجا برین که اگه افلیشن داشته باشه پانتون تونم رای از اونا الکتیو یا ای که مثلا میگن شرطای دیگه داره دیگه به خاطر ما از طریق پانتون چون رفتم خودم این چیزا چی نکردیم که پروژه اگه با ما انتخاب شده بود رفتیم.
دکتر ساید پرسان کردن که آیا یک نفر میشه که استپ 2 رو آمادگی بیاره وقتی که ریسرچ میکنن. دکتر صاحب چرا نمیشه؟ یعنی این نظر به این است که شما میتونین تکست یا نمیتونین. مثلا من نمیتونم، بخاطر که من خودم میشناسم که من باید سر یک چیز فوکس باشم. گرچه اینا مثلا دیگه میگم خودم وقت من امتحانم داشتم، چی استاژای ما موجود بود، نوکریام میدادم، یعنی ما وقت مسئله بودم. اون وقتا مثلا این رو میکردم اون رو میکردم. فقط وقتی که آخر میشه، وقت نزدیک امتحان تو میشه، مثلا یک ماه یا مثلا 3 هفته اینطورا، اون وقت شما باید بسیار دیدیکیت باشین. مثلا شما فقط باید سر استپ 1 تا استپ 2 تان چی کنین، کانسنتریت کنین، تمرکزتون باید سر دیگه چیزا نباشه. حداقل یک ماه باید بسیار زیاد متوجه باشین که خوب درس بخونین. اگه باز پیش از خوب درس نخوانده باشین، مثلا چند ماه گذشته، مجبور هستین حداقل 1-2 هفته خوب صحیح تو ضربتی درس بخونین و تنها بریزین می کانسنتریت باشین. فکرتون ده این نباشه که مثلا پیایتون برستون بوده که ما ریسرچ پروپوزال ایتو کو یا ایره اکسپریمنت ها را کانداکت کوی. تو کسایی هستن که میکنن ولی بسیار بنظر یک چیز عالی است که کس میتونه. خب منظر ما خوب نیست، چون چی میکنه آدم دیسترکت میکنه و ضرورت هم نیست. میشه که مثلا اون نفر براتون شاید اجازه بده که مثلا بگوین که من امتحان دارم یا دیگه دارم، من کمک اجازه میخوایم، یا مثلا همون شفت ما بسیار کم کو، مثلا بجایزی که من 5 ساعت 6 ساعت در لابراتوار میبودم روزانه، 1-2 ساعت میخوایم باشم دیگه، میخوایم درس بخونم. این چیز میشه که آدم عیار کنه. ولی یعنی اگه میگین که در این زمان چطور میشه، چطور نمیشه، یعنی پروسش 100% میشه دکتر صاحب که در این زمان پارالل آدم میره انجام بده و انجام بده. خب گفتم نزدیک امتحان باز فکرتان باشه که نه او را باید آدم تنظیم کنه که خدا بسیار دیسترکت نکنه. دیگه دکتر صاحب کمی چی را پرسان کرده بودیم، جانس هاپکینز ریسرچ شما میشه که در وبسایتش برین چی را سعی کنین، جانس هاپکینز ریسرچ مثلا برای نفرایی که خارجی هستن و با تا چیزا دارن در وبسایتشون، میشه که چک کنین بخیر چی میشه. یک اپورتونتی شاید باشه و کسایی که کار داشته باشن یک نفر اوپن باشن دیگه میشه که اپلای کنین و سعی کنین. خواهش میکنم دکتر صاحب. دیگه اگه سوال نیفهم کس دکتر صاحب دیگه دارن یعنی همین منظوری. دکتر صاحب برای ویتی ما مثلا یک دوست ما بودم او فقط گفت که 2 هفته کفایت میکنه برای کسایی که بیزلان انگلیسیشون خوب است، ولی کسایی که مثلا کمک مشکل دارن دیگه دارن وضو میشه که چی کنه یک ذره زیادتر وقت بده، مثلا 1 ماه 2 ماه دیگه فرق میکنه نظر به شما. ولی خب میفهمین ویتی یک چیز است که اوکیپیشنال انگلیش است. ما نمیارم با ویتی درس میخوانم، آستا شروع کردیم. کسایی که در فیلد مدیسن هستن یا نرسینگ هستن یا دنتیستری دیگه با اینیا اینی نفرا امتحان نمیتونن، یعنی چیزی است که بر شما زیاد اصلا بیگانه نیست. میفهمین یک قسم چی هستن، برای ما آسان است انشالله میشه. و فقط گپی است که وقتی که شما مثلا ام اسکیل یا پاش کار میکنین ببینید که کدامش مشکل دارین، مثلا رایتینگ است، ریدینگ است، اسپیکینگ است، اینا در کدامش. اینا اگه شما مثلا ببینین اگر در یک دونه تا مشکل داشته باشین و میفهمین که مثلا بر شما دافته یا یک مو کفایت میکنه، مثلا زم 1-2 دونه فوکس میکنم بگاش به زوم میفهمم میتونم یعنی کار کنم، میفهمم خودم نمیتونم تو بگوی خب کار میکنه بر صورتش. ولی اگه مثلا در 4 تا اسکیل مشکل داشته باشه و میفهمم که دونه گرامر اسپیکینگش مشکل داره، باز او باید که یک ذره زیادتر وقت درس بخونه دیگه. او به نظر من در نظر من نفر است که چه رقم هستم بزنن دیگه پاش. ولی امو در وبسایت شما که بسیار خوب سامپل تست ها دارن، میشه که از جا بخیر کار کنین، ببینین که شما در کجا هستین، خود تست کنین. نه حتی یک چی داره که شما میتونید خود این کل اسکیلا در یک پکیج ورست فری است، در وبسایتش کار میکنین میبینین که شما در کجا هستین. باز ندارم خدا میشه ارزیابی کنین که شما چطور هستین، میتونین نمیتونین در چقدر وقت. دیگه چی استپ وقتی که میتین خب راستم کسایی که استپ میتین بعد ازش ویتی را آماده میشن دیگه، بخاطر که بازو پروسه داره که چقدر وقت ما جوابش میایم ریزالتش دیگه پا وقت ضایع نشوه. و میفهمین که مچ سیزن هم وقت معین داره، نه مثلا در ماه سپتامبر تا آخر سپتامبر شما باید کل چیزاتون اپلای کنین، به پروگرام اپلای کنین، به اون خاطر وقتتون باید ضایع نکنین که بخیر این امتحان خلاص شد و ایتی را بتین. اگر آماده بودین، اگر نه که خدا نخواسته یک نفر میفهمه که فیل میشه، با ضرورت نیست دیگه که عجله کنه دیگه.
پروسه مچ هم خود دکتر صاحب دمو سیستم شما داخل میشین کمک پروسه جنجالی سوبیخی یک لکچر جداگانه میخواه. خب تو عمومی آی از خود یک پتوی های متفاوت دارن که داخل میشن در سیستم. در ایرس بازو اپلیکیشن های خود چی میکنن جای داره برای لور لترف ریکامندیشن که شما باید حداقل یک 4 دانه 3 دانه داشته باشین به عنوان یک نفر خارجی دیگه اسکورایتون رو داخل میکنین و مچم چیایتون اینمی اکسپریانس تون ایتو گپایتون مچم پابلیکیشن است بسیار گپا داره او چی داره داخل میکنین باز پروگرام ها نظر به سیستم رنکینگ انتخاب میکنین که کدام پروگرام مثلا فرست چی شماست مگه چویس تون است مثلا رو انتخاب میکنین دیگه لتر ریکامندیشن دیگه پایتون باید کانسیستنت باشن برای پروگرامایی که اپلای میکنین مثلا تو نمیشه که شما نیورو سرجری را پستاش شکده باشین باز بیاین در اینترنال مدیسن اپلای کنین یک کمک اینکانسیستنت است دیگه او را بخیر که کلش اپلای کردین تا آخر سپتامبر او تی تون راستی باید بگیرین او تی شرط است استپ 1 استپ 2 استپ 3 اگه باشه خوب میشه اگه نباشه خیر است استپ 3 که چیز خوب است براتون یک پلاس بونus پوینت است اگه نباشه خیر است باز رو وقتی که اپلای کردین باز منتظر باشین تا به سال دیگه مثلا تا بس مارچ سال دیگه که بخیر نتیجه تان معلوم شوه ولی پیش از او راستی اینترویو می داشته باشین پروگرام اگه شما را اکسپت کنه اینترویو براتون روان میکنه میرین اینترویو میکنین یا این پرسن یا هم چی میگن آنلاین دیگه نظر به او چی میکنین پیش میرین دکتر صاحب یک چیزی پرسان کردم کورس دکتر صاحب اون یادم رفت ما رو خیلی عاجل سعی چی میکنم پس میام سرش بودم هایشه که برتان چی هم کنم شیرم میتونم خودتانم میتونم ببینین خب خیر است چی میکنم چی رقم کنم که کمک خورد شد اینه خب در سبا گپای بسیار مهم شد بگویم بخاطر وقت ما کم مونده 4 دقیقه است خب میشه خیر است اینجا بسیار خوب سوال هست خب شاید این سوالا رو مثلا کلش شما داشته باشین مثلا step 1 transition مثلا چی خوی گپا خوبمش کو بر step 2 مثلا من میگم صحیح زیرا باز میشه چک کنین کسایی که step 1 میتن پاسینگ سکورش مثلا براتون میگه سعی کنین که چقدر است 218 است فکر میکنم اینه 214 یوسم استپ 2 که پاسینگ سکور استپ 3 چقدر است چقدر است یا براتون میگه این حال دیگه براتون میگه که پرسنتایل سکورات چه رقم است راستی مثلا یک نفر که در 280 یا 280 بالا گرفته باشه و 100 پرسنتایل 100 است 205 گرفته باشه 99 است کس این مثلا 265 در 90 است 260 ایج است اینیا کارش چی میکنه دیگه اینجا براتون گفته که کدام پرسنتایل است نفر که 200 یا پوینتر گرفته باشه با وجود که پاسم شده در پرسنتایل 0 است یعنی فکر کنیم که یعنی به امتحان مردم بسیار خوب درس میخونن که اسکورا بسیار بلند است اوریج و اوریج بلند رفته دکتر صاحب مثلا یک وقت اوریج 245 یا چی بوده مثلا 247 بوده اول اوریج بلند است یعنی اول تقریبا این نورای 250 در اوریج حساب میشه نزدیک 250 یعنی 250 بالا نه خب بازم اینه در اوریج اپر لیمیت یا لور لیمیت اوریج حساب میشه به اون خاطر یعنی بسیار مردم سر از این فشار میارن درس میخونن نظر به مون نمرهشون کم زیاد میشه دیگه پاسینگ سکور چی رو براتون استپ 3 رو گفتم این پرسنتایل استپ 3 است خب کار ندارین بس خودتون میشه پسان بخونین نمره خوب میگه چی است good using this course برای نفرای خارجی اینا به پروگرامر سعی کنیم که مثلا چه رقم مردم پوینت گرفته نمره گرفته در اینترنال مدیسن کسایی که اپلای میکنن استپسیکیشن کسایی که یو اس آی ام جی بودن و نان یو اس آی ام جی مثلا ما در اینجا هستیم سیس اگه کدام کستان باشه که یو اس آی ام جی باشه خب بشکش ولی ما در اینجا هستیم 245 مثلا 245 اوسط نمره بوده که مردم به اینترنال مدیسن اپلای کردن یعنی فکر کنید 245 نمره اوسط است نه بسیار بلند است با وجود که پاسینگ سکور ما 214 است یا 213 بود پیش دادم دیگه در انستزیولوژی مثلا این قدر است پاتولوژی هنوزم پایین است پدیاتری 240 است نیورولوژی قدر است باز چیزای کامپتیتیو هستن خون سرجری درماتولوژی گپا بیخی پایین است نمره چی بیخی بلند است نمره دیگه مثلا پاس ریت براتون میگه که استپ 2 سی که پاس ریت چقدر است 98% تا کسایی که یو اس یا کانادین سکولز میان کسایی که از غیر چی میان مثلا ما نفران 86% پاس ریت دارن خب گفتم پاس شدن تنها مهم نیست سکور خوب مهم است دیگه what's the good score میگه اونو ببینیم بسیار کم مونده وقت ما
گوتس تبتی سی کی سکور میگه که گوت سکور در بین 240 260 گوت سکور گفته میشه. برای اینکه شما التیمیت دیفنس مثلا گفتم بیشتر شما نظر به که با کدوم رزیدنسی اپلای میکنین فرق میکنه. اگه یک نفر با اینترنال مدیسن اپلای میکنه اون 245 بالا هم برش خوب سکور است، نه چون در اوریج میایه دیگه، یا 247 246 بالاتر از اوریج میایه کمان که. ولی یک نفر که مثلا برای درماتولوژی یا پلاستیک سرجری یا نیوروسرجری یا ارتوپدی که اپلای میکنه دیگه او کمک نوری خوب باید داشته باشه. مثلا سیکنین گفته if you want to برای first choice تان برای چی شوین above 256 یا 256 بگیرین، بسیار نمره بلند است. perfect score خب 300 است که هیچ کس تال نگرفته. خب perfect score 280 است از این بالا دیگه. این توی چی است generally میتینگ هم ختم میشه دکتر سواد چند دقیقه. دیگه تشکر بسیار زیاد از حضورتان. دا کنه که براتون مفید تمام شده باشه. خوش میکنم دکتر صاحب. تشکر از شما. بخیر.